در وصف شهیدان یک دو سخنی خواهیم گفت که این شهیدان از یک قوم بوده. قوم یوسف جان از دیار بیدک در سال 1993 در جنگ شهروندی در پایان سفیدخاک از تیر و آتش هوای اینجا شهید گشتند. در اینجا یک بار دیگر ذکر میکنیم که از تیر آتش هوایی، یعنی طوری که شاهدان اینجا به ما نقل کردن، اینها بر اثر یک بمب اندازی از هواپیمای حربی این خانواده به قتل رسیده است و تعداد آنها 29 نفر بوده و ما در نزد این قبر دست جمعی که 29 نفر زیر خاک هستند و در یک قبر گور کرده شدن قرار داریم و حالا میخوایم که وارد این قبرستان شویم. طوری گفتم این درآمدگاه همان است و شاهدان حالا با ما صحبت کردن که در روزهای خصوصا روزهای تجلیل عید وحدت ملی و عیدهای ملی آنها می آیند و بر روح اینها دعا و فاتحه میکنند. أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. پس این درخت‌ها دهه سفیدخاک جای دارد و این 29 نفری که در این قبرستان دست جمعی به خاک سپرده شدن ساکنان دهه بیدک هستند که آنها در نتیجه عملیات‌هایی که در ناحیه غرب گروه رضوان صادروف که گروه معروف رضوان صادروف پناه برده بود، به خاطر از بین بردن آنها عملیات‌های نظامی انجام داده میشد از طرف نیروهای حکومتی و نیروهای دولتی و این افراد خواستند که از دهه بیدک به واسطه سفیدخاک عبور کنند و از اینجا حرکت کنند به جانب دهه‌های بالاتر. اما در نتیجه یک عملیات اشتباهی آنها بمب اندازی اشتباهی آنها به قتل رسیدند و در همین جا آنها را به خاک سپردند. این افرادی که حالا در اینجا به خاک سپرده شده اند اینها آدمان ملکی هستند و هیچ کدام آنها نظامی نبود، هیچ کدام اونها رزمنده نبود، هیچ کدام اونها سلاح نداشت و یک مردم ملکی بودند که به خاطر جانشان حفظ کردن به منطقه دیگر میخواستند پناه برند. مزار شهیدان در دهه سفیدخاک یگانه قبر دست جمعی در این منطقه نیست. تقریبا 40 کیلومتر دورتر از این دهه در محله سریپول یک مزار دیگر یا خود قبر دست جمعی بزرگتر وجود دارد که در آن 120 گریزه از جنگ داخلی اصلا ساکنان ولایت ختلان از طرف نظامیان کشته شدند و در همان شب و روز ساکنان محلی آنها را به خاک سپردند. هیچ کس نمیدونه که یا گناه دارن یا ندارن. مثلا گریزه شدگی بدن. بله. سنی طرف همه جرگتول گریزه شدگی بدن. وقتی فرمان شد که دنیا تنجی شده است گرد بیایه، وقتی گشتن من تقدیر شد دست در اینجا کدمه بدن ای او ای کوپرک اوسو بدن ایجاشمون نمیدونه. اینم یک تاش الوحیده حاجی احروردی میگن ای اویالی بود. بله. ای اویالی بود همین نوروبودا یعنی در باندای که طرف یک قشلوق بلوای. بله. انا همه قشلوق میشه در اویالی شدگی بدن. امیر الوحیده اینجا گرچه محکم کرد. دو درش اومد محکمش کرد دیگر همون باقیمدش 10 کسی 11 کسی هم می آوردیم اینجا 10 کس دفن میکنیم یا 11 کس دفن میکنیم با میرفتیم 10 کس جنازه میکنیم می آوردیم 10 کسی جنازه شکیم. من خدمت همین جنازه‌اش اشتراک کردی بودم. اخیراً اونم حاجی را جیدو منچکان هم علیم بود هم حاجی بود. این حادثه نیز در سال 1993 رخ داده است و این قبرستان دست جمعی با نام مزار سریپول معروف است.